توت فرنگی یه میوه بسیار خوش‌طعمی هستش که برای سلامتی و زیبایی پوست، تنظیم قند خون، افزایش سیستم ایمنی بدن و کمک به کاهش وزن و مبارزه با کلسترول بسیار بسیار مفیده. اگه شما هم مثل من عاشق توت فرنگی هستید، این ویدیو مخصوص شماست. از اونجایی که الان فصل توت فرنگی هست، من امروز تصمیم گرفتم که آموزش مربای توت فرنگی رو براتون داشته باشم. این مربا خیلی خوشمزه است و خیلی بچه‌ها مخصوصاً برای صبحونه دوست دارن که از اون استفاده کنن. در کنار این مربای توت فرنگی می‌خوایم شربت توت فرنگی هم تهیه کنیم که یه شربت و نوشیدنی فوق‌العاده شیک و مجلسی هستش که هم برای فصل تابستان خیلی مناسبه و هم شما میتونید از اون در پذیرایی‌های مختلفتون ازش استفاده کنید. درست کردن مربای توت فرنگی با بقیه مرباها متفاوته. ما به ازای هر 1 کیلو توت فرنگی 800 گرم شکر نیاز داریم برای مربای توت فرنگی، اما ما میخوایم امروز علاوه بر اینکه مربا درست میکنیم شربت هم در کنارش داشته باشیم. برای همین به ازای 1 کیلو توت فرنگی من 1.5 کیلو شکر اینجا در کنار دستم گذاشتم. خب بعضی از افراد ممکنه برای طعم دادن به مربا یا شربت توت فرنگی از طعم دهنده های مختلفی استفاده کنن، مثلا هل اضافه کنن، وانیل یا گلاب، و یا برای قوام اومدن شربتشون و مرباشون ممکنه از گلوکوز استفاده کنن که من توصیه میکنم هرگز هیچ کدوم از این مواد رو استفاده نکنید. خود توت فرنگی ها طعم و عطر خیلی خوبی دارن و اجازه بدید که همون طعم و عطر طبیعیشون رو زیر دندون احساس کنیم. نکته دیگه ای که میخواستم خدمتون بگم اینه که ما برای تهیه بقیه مرباها ما از جوهر لیمو و یا آب لیمو استفاده میکنیم که مربامون شکرک نزنه، ولی خود توت فرنگی ها به خاطر مواد اسیدی که داخلشونه اصلا نیازی به جوهر لیمو یا آب لیمو ندارن. خب برای شروع کارمون ابتدای ظرف آب کنار دستمون میذاریم و توت فرنگی ها رو داخل آب خیس میکنیم به مدت 10 الی 15 دقیقه. خب بعد از اینکه 10 الی 15 دقیقه توت فرنگی ها رو توی آب ساده شستشو دادیم، حالا اونا رو آبکش میکنیم و مجددا یه ظرف آب دیگه تهیه میکنم و حالا به آبمون چند قاشق سرکه سفید اضافه میکنم و بعد توت فرنگی ها رو مجددا داخل آب و سرکه خیس میکنم. این به خاطر اینه که میخوام کاملا میکروبا و ذرات خاکی که داخل منافذ توت فرنگی هست کاملا بیاد بیرون. بعد از 10 دقیقه مجددا اونا رو آبکش میکنیم. حالا اجازه میدیم که داخل سبد کاملا آبشون گرفته بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید آب توت فرنگی ها کشیده شد. حالا من مجبورم که اونها رو خوردشون کنم. اگر شما موقعی که توت فرنگی تهیه میکنید توت فرنگی هاتون کوچیک باشه دیگه نیازی به خورد کردن نیست، اما اگر مثل من توت فرنگی هاتون درشت بود میتونید اونها رو با یک کارد تیز خوردشون کنید. و نکته خیلی مهم دیگه ای که میخواستم خدمتون بگم اینه که برای شربت و مربای توت فرنگی باید از توت فرنگی هایی استفاده کنید که کاملا سالم باشن و یک کمی هم بافتشون سفت‌تر باشه. خب کار خورد کردن توت فرنگی ها تموم شد. حالا میخوایم اونها رو داخل قابلمه بریزیم. قابلمه ای که برای تهیه این نوع مربا باید استفاده کنید یا از قابلمه های لعابی استفاده کنید و یا از قابلمه های استیل. خب حالا من توت فرنگی ها رو یه لایه میریزم کف قابلمه و یه لایه شکر روشون میریزم. مجدداً یه لایه توت فرنگی و به دنبالش یه لایه شکر. این کار لایه به لایه شکر و توت فرنگی رو تا پایان کار انجام میدیم. حالا این قابلمه حاوی شکر و توت فرنگی میره داخل یخچال به مدت 12 ساعت میمونه. خب بعد از 12 ساعت ما قابلمه شکر و توت فرنگی رو آوردیم بیرون. میبینید که توت فرنگی ها آب خودشون یه مقداری از دست دادن، با شکر قاطی شدن و کاملا حل شده. برای درست کردن این مربا ما نیازی به هیچ گونه آبی نداریم. دقت کنید که با آب خود توت فرنگی ها و شکرایی که حل شدن الان میبریمشون سر گاز و میذاریم که شروع کنه به جوشیدن.
توی این مرحله به این نکته دقت کنید که سر گازتون نبایستی کم باشه و نبایستی خیلی زیاد باشه. شعله گازتون روی درجه متوسط باشه، چون اگر شعله گازتون رو کم کنید باعث میشه که مرباتون خیلی مدت زمان پختش زیاد بشه و رنگ مرباتون تیره بشه و حتی توت فرنگیاتون له بشه. برای همین میگیم شعله گاز رو بذارید روی درجه متوسط. حالا در اثر پخته شدن مربا همینطور که داره میجوشه یک کف صورتی رنگی روش جمع میشه که برای اینکه مرباتون شفافتر بشه و خوش رنگتر بشه حتما این کفای صورتی رو از روی مرباتون جمع کنید و جدا سازی کنید. خب بعد از 30 دقیقه که مربامون سر گاز جوشید، حالا میخوایم اون رو تست کنیم آیا ببینیم قوام لازمه رو پیدا کرده یا نه. برای این کار میتونید چند تا آزمایش انجام بدید، یا اینکه یک کمی از مربا رو بردارید و وقتی که یه مقداری خنک شد بین دو تا انگشتتون قرار بدید ببینید آیا خاصیت چسبندگی کافی رو داره یا نه. ولی بهترین روش اینه که یه قاشق از اون شربت مربا رو بریزید داخل یک بشقاب و اون رو شروع کنید به حرکت دادن. اگر خیلی سریع حرکت کرد این نشون دهنده اینه که مربای شما رقیقه و نیاز داره که بازم سر گاز بمونه. اما اگر آروم آروم شروع کرد به حرکت کردن یعنی قوام لازمه رو پیدا کرده و شما با یه سی مربا رو هرچه سریعتر از روی اجاق گاز بردارید. خب همونطور که توی ویدیو مشاهده میکنید مربای ما قوام کافی رو پیدا کرده. من الان اجاق گاز رو خاموش میکنم، میذارم یه مقداری مربامون سرد بشه. پس از اینکه این کار رو انجام دادم حالا میوه های توت فرنگی رو همراه با یه مقداری از شربتش جدا میکنم، در یه ظرف مناسبی قرار میدم و به عنوان مربا استفاده میکنم و مابقیش رو به عنوان شربت استفاده میکنم. به به عجب مربایی شد. نگاه کنید هم رنگش هم غلظتش همه چیش فوق العاده عالیه. طعم و عطرش هم که نگم براتون. این مربا رو در کنار یه مقداری نون تست و کره و یه فنجون شیر یا قهوه میتونید میل کنید و لذت ببرید. خب حالا بیایم سراغ شربت توت فرنگی. چون ما شکرمون رو 1.5 کیلو استفاده کردیم پس میزان شربتی که داریم زیادتره. حالا شربتش رو من از میوه هاش جدا کردم، داخل یه ظرف دیگه ریختم و حالا میخوایم یه شربت خنک و گوارا برای روزای گرم تابستونیمون آماده کنیم. به میزان 1 یا 2 سان داخل یک لیوان از این شربت ها میریزیم، بعد چند تا گوله یخ داخل لیوانمون میریزیم و خیلی آروم آروم آب رو اضافه میکنیم. دقت کنید که آب رو روی یخا بریزید. این کار باعث میشه که آب و شربت از همون اول کار با هم قاطی نشن و شما یه شربت دو رنگ خیلی شیک و مجلسی داشته باشید. و حالا با یه توت فرنگی که اونو برش دادیم تزیینش میکنیم و کار تمام. خب عزیزان همونطور که مشاهده کردید من با 1 کیلو توت فرنگی و 1.5 کیلو شکر هم یه شیشه مربای بزرگ آماده کردم و هم یه شیشه بزرگ شربت. خب عزیزان از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه و حتما این مربا و شربت توت فرنگی رو توی خونه هاتون درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگر از برنامه آموزشی ما راضی بودید حتما این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت های خوشگل بفرستید و اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور تا از آموزش های جدید ما در اسرع وقت مطلع بشید. شما رو تا یک آموزش جدید به خدای منان می سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما.